قاعده 32 توحید و شرک در نیت بفهمیم. توحید و شرک در نیت. سعی کنین. نیت دو قسم است. یکی نیت توحیدی هست و یکی نیت شرکی هست. نیت توحیدی این رو یادداشت بگیرین، کسایی که کتاب دارن بغلای کتابتان نوشته بکنین. بعضی چیزا که من میگم در کتابتان نیست. یکی نیت چی است؟ توحیدی و یکی نیت شرکی. نیت توحیدی را در قرآن اخلاص میگه. نیت توحیدی را در قرآن اخلاص میگه که یک کار میکنی 100% در اونجا در نیت تو رضایت الله باشه. وقتی که 100% رضایت الله بود ایره اخلاص میگه. از این خاطر سوره قل هو الله احد سوره چی میگن؟ سوره اخلاص میگن. و شیطان هم میگه ما کلگیره گمراه میسازم الا عبادک منهم المخلصین. یکی مخلص است یکی مخلص است. چی فرق از بین از این؟ مخلص کسی است که اخلاص میکنه از طرف الله در قلب از تاپه اخلاص زده میشه. بازی را مخلص میگه. مخلص اسم فاعل است، مخلص اسم مفعول است. اگر شما زیاد اخلاص کردین در کل کارایتان بگین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اگر 1% 99% برای الله یک کار کردی و 1% برای مخلوق کردی، اینجا شرک در نیت داخل شد. در نیت چی داخل شد؟ شرک. ایره شرک در نیت میگه. شرک در نیت 99% یک کار به خاطر رضایت الله میکنی، 1% مخلوق شریک کردی. باز شرک در نیت 3 قسم است. شرک در نیت 3 قسم است. یکی شرک خفی هست، یکی شرک جلی هست. فهمیدین؟ یکی شرک اکبر است و یکی شرک اصغر است و یکی شرک خفی هست. شرک در نیت 3 قسم است. شرک در نیت چند قسم شد؟ 3 قسم شد. شرک اکبر در نیت، این بسیار مهم مسئله از در عقیده. این را باید خوب دقیق فکرتان بگیرین. شرک اکبر در نیت و شرک اصغر در نیت و شرک خفی در نیت. شرک اکبر کدام یکی را میگن؟ شرک اکبر این را میگه که یک نفر در نیتش یک عمل به خاطر مخلوق باشه. مثلا بت پرستا بز یا گوسفند یا مرغ میگیرن به خاطر رضایت بت ذبح میکنن. در نیتش کی است؟ همین مجسمه هست. میگه این نذر است برای بلات، این نذر است برای منات، این نذر است برای هوبل. قبر پرستا برعکس از چی میکردن؟ قبر پرستا بز یا گوسفند، در عربا شتر زیاد بود در حبشه، بازی را به قبرهای صالحین خود میبردن. یهود و نصارا امی قبر پرستا چی میکردن؟ اینمی نذر خدا حیوان میبردن زیر قبر پیغمبرهای خود. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که لعن الله الیهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اینا قبرهای پیغمبرهای خدا چی گرفتن؟ مساجد گرفتن، عبادتگاه گرفتن. پس بسیاری وقتا اینا نذرهای خدا به نام چی میکردن؟ به نام پیغمبرها میکردن. ای گوسفنده به نام فلانی پیغمبر، اینا داغا پسه میخیسی ده نظر ده فلانی زیارت ده پاره، اینی رو به فلانی کردیم. پس چی میشه؟ اینجا شرک 100% میشه. شرک در نیت است. چرا؟ حیوان مستقلا به نام کی گرفت؟ به نام مخلوق و ذبحش میکنه به نام مخلوق. دوم قسم که هست شرک اصغر است. شرک اصغر کدام یکی است؟ شرک اصغر شرک است که در نیتش رضایت الله است
یک کار به خاطر رضایت الله میکنه، لکن در بین از او چی داخل میشه؟ در بین از او ریا داخل میشه. ریا را چی میگن؟ این شرک اصغر میگن. پس شرک اصغر انسان از دین نمیکشه، شرک اصغر انسان از دین نمیکشه، لکن اینمی عمل عبادتش کاملا. 10,000 گوسفند خریدی، یک نفر از مثلا در قربانی میره، چی میکنی؟ والا من قربانی میکنم. به خاطر کی میکنی؟ به خاطر الله میکنم. لکن میره اون نفر 10,000 گوسفند میخره، تو چرا 12,000 خریدی؟ میگه من 15,000 خریدم که با بین گوسفندا گوسفند من دیگه، اما تو چا قد بلند باز مردم سعی کنه دیگه که این گوسفند. این ریا میگن. ریا و ریا کس باز اینمی 15,000 ثواب از کلش چی کرد؟ صفر کرد. این شرک اصغر میگه. یا مثلا شرک اصغر دیگه مثال چی است؟ مثلا شرک اصغری است مثل از شرک اکبر مثالش در قرآن چی است؟ میگه کالذی ينفق ماله رئاء الناس، میگه کسایی که مال خود نفقه میکنن با ریاکاری به مردم، ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، منافقین به الله روز قیامت ایمان نداشتن، لکن مال خود به خاطر ریاکاری بر مردم چی میکردن؟ بان که مردم ما را بگه که سکو چقدر سخاوت داره، چقدر مصرف میکنه، چرا فلانی میکنه. این شرک اکبر میشه. و شرک اصغر چی است؟ که نیتش رضایت الله هست، لکن او مخلوق هم داخل میسازه. و شرک خفی چی است؟ شرک خفی است که او رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که او از چی؟ حتی میگه از امی چیز کدام بسیار از دبیب نمل هم کده. ای چی است؟ خورترک است، کوچک است، که بسیاری وقتا انسان شرک اکبر چی است؟ دیدن نمیتونن. و این اکثرا کسایی هستن که اما تو خودسازی میکنن در چی؟ در عبادت ها خودم میسازن. ما زیادتر در چی میاد؟ می قاری صاحبایی که قرآن میخوانن باز بسیار دیگه اگر در این مسابقه اشتراک و در اون مسابقه اشتراک و که باز اگر چیز شد هنوز پوندیده میره و باز اگر یک کسی یا دعوتگرایی که اگر یک کمک سرش انتقاد کردی باز اگر بیخی دعوت ترک میکنه. اگر توصیفش کردی که ماشاءالله چه خوب صدای لوکس داری و چه خوب دعوت کردی باز بسیار خوش میباشه. دیگه شرک اصغر علما میگه که شرک خفی کسی بسیار خطرناک است که تا انسان در کردن نمیتونه.